من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان من يرتد منكم عن دينه هر کسی که برگردد از شما از دینش این را بدان جزا اینجا مقدر است این را بداند که فلا یضره عن شیء کوچکترین ضرری به خدا نمیرساند فلا یضره عن شیء. علامه آلوسی نوشته بین ان موالاتهم مستدعیه للارتداد عن الدین. این آیه چی را بیان میکند؟ بین ان موالاتهم، این آیه داره بیان میکنه که دوستی با اهل کتاب یهود و نصارا مستدعیه، این باعث میشه انگیزه ایجاد میکند داعیه ایجاد میکند للارتداد عن الدین. چون واقعا دوستی کم کم وقتی که صمیمی باشد آخر عبادات اونها را هم میپسندد آداب اونها را میپسندد. ارتداد همینه. الله میفرماید هر کسی که مرتد بشه بره به خدا ضرری نمیرساند. فسوف یأتی الله بقوم، ان قریب میآورد الله بقوم، قومی را، اینا صحابه هستند. خدا به منافقین میگه شما میرید مرتد بشید، خداوند گروه دیگری را می آورد. یحبهم، الله آن جماعت را دوست دارد و یحبونه، آنها الله را دوست دارند. اذلة علی المؤمنین، اون فضیلت اول. فضیلت دوم اذلة علی المؤمنین، این علا به معنی لام هست. اذلة للمؤمنین، الله می فرماید اینها در مقابل مؤمنان عاجز. در مقابل مؤمنان چی؟ عاجز. اعزة علی الکافرین، اما در مقابل کافران یعنی للکافرین غالب. عزة به معنی غالب عزیز. یجاهدون فی سبیل الله، ببین صفت اول یحبهم، دوم یحبونه، سوم اذلة علی المؤمنین، چهارم اعزة علی الکافرین، پنجم یجاهدون فی سبیل الله، آنان جنگ میکنند در راه الله، در راه خدا. اینجا خداوند به منافقان گفت. در سوره فتح هم خواندیم که به منافقین گفته شد. اونجا چی گفته شد؟ اگر شما باز هم کارشکنی میکنید خداوند گروه دیگری را می آورد. اگر شما واقعا برای جهاد دلتون مانده شما خودتون را آماده کنید، چون خیبر اونها را نبردن، نه، آماده کنید که خداوند قوم اولی بأس شدید می آورد و مسلمانانی در مقابل اونها می جنگند. اونجا یک تفسیرش را گفتیم که اولی بأس شدید لشکر یمامه هست که در رأس اون حضرت ابوبکر صدیق بود، با مرتدین جنگ کرد. تمام کسانی که در لشکر ابوبکر بودند همه مخلص بودند، هیچ کس منافق نبود. اینجا هم خداوند به کی گفته؟ به منافقان عهد رسول الله گفته که اگر شما به نفاق ادامه بدهید به خدا ضرری نمیرساند، اما خداوند گروهی دیگری می آورد که اونها در مقابل مؤمنان عاجز، در مقابل کفار غالب،
جهاد در راه الله میکنند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به قول امام خازن در تفسیر خازن ببینید چی نوشته. نوشته قال علی بن ابی طالب والحسن و قتاده، حسن بصری و امام قتاده میگویند هم ابوبکر و اصحابه، هم ابوبکر و اصحابه، اینهایی که یجاهدون فی سبیل الله میکنند کیند؟ ابوبکر و اصحابش. چنانچه این صفات واقعا در اونها پیدا میشه. ولا یخافون لومة لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی ترسند. ذالک فضل الله، این صفات، ذالک فضل الله، این فضل الهی است، این صفات فضل الهی، یؤتیه من یشاء، الله به هر کسی که بخواهد میدهد. والله واسع علیم، الله واسع هست، یعنی خزانهش وسیع است. علیم، داناست، همه چیز را میداند، خزانهش وسیع به هر کسی الله بخواهد میدهد. اکنون محل موالات، انما ولیکم الله بنیسه محل موالات. خداوند شما را برحذر داشت که با یهود و نصارا دوستی نکنید، پس خدای با کی دوست باشیم؟ الله می فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. الله می فرماید جز این نیست که ولی شما، دوست شما الله است و رسول است و مؤمنان، مؤمنان مخلص. ببینید امام رازی اینجا مناسبت این آیه را با گذشته که مناسبتش ظاهر است نوشته که وجه النظم، یعنی وجه مناسبت یا ربط آیه با گذشته اینه که انه تعالی لما نهى فی الآیات المتقدمه، در اون آیات گذشته خداوند نهی کرد. اون آیات گذشته چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. من فرمود عن موالات الكفار، از موالات کفار. اکنون امر فی هذه الآیه، در این آیه دستور داد به موالات من یجب موالاته، دوستی بکن با اونهایی که بر تو واجب است با اونها دوست باشی. کیه اینها؟ انما ولیکم الله، جزی نیست که دوست شما الله است و رسوله و رسول الله است. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند. الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز برپا می‌دارند. و یؤتون الزکات، زکات میدهند. و هم راکعون، آنها رکوع هم میکنند. ببین بعضی اینجا تفسیر کردند، گرچه سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم یکی از مصادیق بارز الذین آمنو هست، اما این آیه را فقط به حضرت علی تفسیر کردن، بگیم دوست شما خداست و رسول هست، والذین آمنو حضرت علی هست. چون یک روایتی درست کردند که حضرت علی نماز میخواند و در حالت رکوع بود، کسی آمد صدقه خواست، انگشترش را یا صدقه دیگری را در حالت رکوع بهش داد. الذين آمنوا يقيمون الصلاة و یؤتون الزکات، زکات را کجا میده؟ و هم راکعون، در حالی که رکوع کرده. تو کتاب های تفاسیر اهل سنت همین روایت را میبینید، در حالی که این اشتباه است. اولا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ چنان نمازی نمیخواند که در نماز گدا و سائل بیاید و متوجه گدا و سائل باشد. اون علی که نماز میخواند و در حالت نماز ترکش تیر را از پایش در می آوردند که حالیش نمیشد. اون علی در نماز با مردم چیکار داره؟ اون از دنیا بریده، اون فقط به طرف الله تعالی متوجه است. و دوم والذین آمنو صیغه جمع هست یا نیست؟ شما عربی خواندید، الذین اسم موصول هم برای جمع هست، آمنو هم صیغه چی هست؟ جمع هست. والذی آمنه نگفته،
والذین آمنو همه مؤمنین مخلص را میگه. خب باز این اشکال و یؤتون الزکات و هم راکعون در حالت رکوع زکات میده؟ نه خیر، اینجا بحث رکوع نیست. و یؤتون الزکات و هم راکعون، ببین اون یقیمون الصلاة بحث عبادت مالی هست، جانی هست، و یقیمون الصلاة بحث مالی هست، و هم راکعون مسائل اخلاقی بیان شده در اینجا، بحث رکوع نیست. همه مفسران و هم راکعون یعنی رکوع کنایه از خشوع و خضوع هست، فروتنی هست، یعنی تکبر ندارند. چنانچه علامه آلوسی نوشته و هم راکعون یعنی خاشعون متواضعون لله. راکعون یعنی که در مقابل الله خشوع داره، متواضع هست، تکبر نداره، تجبر نداره. این معنیش، نه اینکه در حالت رکوع زکات میده. لذا الله تعالی می فرماید باید اینها دوست شما باشند، الله، رسول الله و مؤمنان. صحابه ابوبکر، عمر، عثمان، علی اینا هستن، همه را شامل میشه. ما که این تفسیر میکنیم نه اینکه العیاذ بالله بگیم حضرت علی بیرون هست، نه، یکی از اولین مصادیقش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است، اما نه با اون تفسیری که شما تفسیر میکنید. اکنون برکات ولایت اینها و دوستی اینها را الله می فرماید و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، هر کسی که دوستی کند با الله، با رسول الله، والذین آمنوا با مؤمنان، این انسان جز حزب الهی هست، حزب الله است. حزب الله کیه؟ حزب الله کسی که با خدا دوسته، با رسول الله دوسته، با صحابه رسول الله دوسته. والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، این جز حزب الله و به اعتبار نتیجه حزب الله چیه؟ غالب هست. یا ایها الذین آمنوا، اینجا خداوند باز هم ترک موالات را مورد تأکید قرار میده با یهود، با نصارا. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نگیرید شما کسانی را که گرفتن دین شما را هزوا و لعبا، استهزاء و مسخره و بازیچه، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از آنهایی که کتاب داده شدن قبل از شما، والکفار، کسانی که کفار هستند، شما اینها را نگیرید اولیاء. اینها را چی نگیرید؟ دوست نگیرید. اولیاء مفعول دوم لا تتخذوا هست. اینها را دوست نگیرید. واتقوا الله، نسخه عمل، بترسید از الله در رابطه با دوستی با کفار. ان کنتم مؤمنین، مقتضی ایمان. اگر ایمان مقتضی چی است؟ مقتضی عدم موالات است. اگر ایمان دارید با کفار دوست نباشید. چرا؟ این علت اول بود که اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. علت دوم و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها، هرگاه شما ندا میکنید به سوی نماز، اتخذوها، نماز را مسخره میکنند، هزوا و لعبا، استهزاء و بازیچه. علت استهزاء چیه؟ الله می فرماید ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به سبب این هست که اینها قومی هستند که عقل ندارند، دین را درک نمی کنند. قل یا اهل الكتاب، اکنون زجر بر اهل کتاب. ای اهل کتاب، شما با ما چه هستید؟ دشمنی شما با ما به خاطر خداست. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا، من یک عبارتی بود در رابطه با و هم راکعون که مهم بود از تفسیر خازن، یکی از علامه آلوسی خواندم، یکی از تفسیر خازن، اون را می خواندم که تفسیر رکوع چی هست. الله می فرماید
ببخشید علامه خازن میفرماید المراد من الرکوع هنا الخضوع. مراد از رکوع اینجا چی هست؟ خضوع، فروتنی هست. والمعنى ان المؤمنین یصلون، مؤمنان اونایی هستند که نماز میخوانند، و یزکون، زکات میدهند، و هم منقادون خاضعون لأوامر الله و نواهیه. خازن و هم منقادون، انها منقاد مطیع، خاضعون فروتن لأوامر الله و نواهیه. این تفسیر راکعون. بله الله می فرماید قل یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، هل تنقمون منا، شما انتقام نمیگیرید از ما، الا ان آمنا بالله، مگر جرم ما اینه، یک آمنا بالله، ایمان به خدا آوردیم، جرم دوم و ما انزل الینا، ایمان آوردیم به وحی موجود، به قرآنی که بر ما نازل شده، سوم و ما انزل من قبل، و آنچه که نازل شده قبل از این، لذا و ان اکثرکم فاسقون. عند الشیخ اینجا و ان اکثرکم متعلق به اعلمو هست، اعلمو ان اکثرکم فاسقون، شما بدانید که اکثر شما چی هست؟ فاسقون هست. و بعضی گفتن نه، این و ان اکثرکم واو زائد است، شما انتقام میگیری به خاطر اینکه یک آمنا بالله، دو و ما انزل الینا، سه و ما انزل من قبل، چهار و ان اکثرکم فاسقون، چون که اکثر شما فاسق هستید از ما انتقام میگیرید. قل هل انبئکم بشر من ذلك، یهود را این در واقع جواب یکی از گستاخی ها و بی‌ادبی های یهود هست. یهود به مسلمانان گفتن ما نعرف دینا شر من دینکم، خداوند جواب داد. بعضم تفسیر خازن میگه هذا جواب للیهود، این جواب یهود است که چی گفتند؟ لما قالوا ما نعرف دینا شر من دینکم، وقتی که گفتم ما نعرف دینا شر من دینکم، ما دینی بدتر از دین شما سراغ نداریم. الله می فرماید این دین شر است. اکنون الله عزوجل بعضی از افتخارات یهود را بیان می فرماید. الله می فرماید قل هل انبئکم بشر من ذالکم، آیا به شما بگم، به شما خبر بدم چیزی بدتر از این، مثوبتا عند الله، به اعتبار جزا یا نتیجه. مثوب ثواب همون جزا هست، جزا نزد الله اون چیه؟ من لعنه الله، یک ثمره اول معنوی، من لعنه الله، اون کسی که الله او را لعنت کرده. دو و غضب علی، لعنت یعنی دوری از رحمت، و غضب علی، وقتی که دوری از رحمت باشه بعد از اون بر او خشم و غضب هست، اون کسی که خدا بر او غضب کرده. سه و جعل منهم القردة والخنازیر، اونی که الله از آن قرار داده میمون، خنزیر، و عبد الطاغوت، بندگان طاغوت، بندگان بتها. کدوم بدتره؟ اولئک شر مکانا، الله می فرماید از نظر مکان و جایگاه اینها بدترین هستند. و اضل عن سواء السبیل، گمراه ترین از راه راست، از راه حق اینها بسیار بدورند و گمراه هستند. لذا شر شمایید، نه مسلمانان که به مسلمانان شر میگید. و اذا جاءوکم قالوا آمنا، اینجا البته زجر برای منافقین. یهود و منافقین بسیار تفاوتشون اندک بود، منافقان هم اکثر از همون یهودی ها بودند. الله می فرماید هرگاه پیش شما می آیند قالوا آمنا، میگویند ما ایمان آوردیم، و قد دخلوا بالکفر، در حالی که پیش شما آمدند با کفر آمدند. ایمان در دل نبود، ایمان در زبان، بر زبان بود، به ظاهر بود. و هم قد خرجوا به، وقتی که از محضر شما بلند شدند هم با همون کفر خارج شدند.
یعنی لحظه‌ای و اندکی تغییر نیامد. خب اینا که اظهار ایمان کردن، الله میفرما والله اعلم بما كانوا یکتمون، خدا بهتر میداند آنچه که اونها چی کردند؟ کتمان کردند. بهتر میداند. اینها همین منافقین بودند. چندین گروه هستند. یکی علمایشون بودند که قبلا خواندیم، اینها منافقین و الان ترى کثیرا منهم، اینها عوامشون هستند. زجر برای عوام یهود. الله میفرماید و ترى کثیرا منهم، میبینی بسیاری از آنها را یسارعون فی الاثم، در گناه از همدیگر پیشی میگیرن، سرعت دارن. اینا فی الاسم، تفسیر ابو سعود گفته اسم یعنی کلمت الشرک، و هو قولهم عزیر ابن الله، و هو قولهم عزیر ابن الله. الله می فرماید بسیاری از عوامشان را میبینی که یسارعون فی الاسم، در گناه از هم دیگه پیشی میگیرند، والعدوان، در تجاوز در حدود الهی، و اکلهم السحت، در خوردن مال حرام یعنی رشوه، و همچنین نظر و نیاز لغیر الله. لبئس ما كانوا یعملون، بسیار بد هست آنچه که اونها عمل میکنند. لبئس ما كانوا یعملون. اکنون الله میفرماید زجر بر ملاهایشون، اینها که خواننده، تحصیل کرده، به مکتب رفته، اینها که همه چیز را میبینند، میدانند، چرا باز نمیدارند اونها را؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا باز نمیدارند آنها را ربانیون، دراویش، والاحبار و علماء، عن قولهم الاسم، از کلمه گناه، عن قولهم الاسم جاء من كلمة الشرك وهو عزير ابن الله، و اکلهم السحت، چرا باز نمیدارند آنها را از خوردن نظر و نیاز لغیر الله، از خوردن رشوه، از خوردن حرام. لبئس ما كانوا يصنعون، بسیار بد عمل میکنند، بد انجام میدهند. اینها همه سلسله عرض کردم، سلسله زجرات هست، هم بر یهود هم بر منافقان. زجر دیگر بر یهود. یهودی ها با قحط دچار شدند. چند وقتی باران نیامد، بعد از اینکه قحط آمد، یهود گفت العیاذ بالله ید الله مغلولة، این دست خداوند بسته است. معنی اینه که العیاذ بالله خدا بخیل است، خدا بخل میکند. مفهوم ید الله مغلولة همینه. قالت الیهود و قالت الیهود، یهود گفتن ید الله مغلوله، این دست خدا بسته است، بخل دارد. الله میفرما غلت ایدیهم، غلت ایدیهم، این دعا هست، دعای بد هست. غلت ایدیهم، علامه آلوسی میگه دعاء علیهم بالبخل المذموم، خدا داره دعا میکنه به بخل مذموم، یعنی دست اونها بسته بشه، کما قال الزجاج. معنی این دعا چیه؟ و دعاؤه بذلك عبارت عن خلقه الشح في قلوبهم والقبض في ایدیهم. معنی این دعا اینه که خداوند در دل اونها بخل و حرص پیدا کرده و در دست اونها قبض پیدا کرده، دستشون اصلا به طرف خیر باز نمیشه. این هست. ببینید این مریضی را ما داشته نباشیم، این مریضی ها یهود هستند. عرض کردم شاه ولی الله رحمه الله نوشته که نمونه علماء السوء یهود، علماء السوء این امتند، العیاذ بالله، الله پناه بده. بخل و حرص بسیار بد است. الله می فرماید که غلت ایدیهم، یعنی دست اونها بسته بشه، و لعنوا بما قالوا، ملعون بشند، لعنت خدا بر اونها به سبب آنچه که گفتند. اکنون جواب زجر، این اول دعای بد بود، اکنون جواب الله میده. الله می فرماید بل یداه مبسوطتان، بلکه هر دو دست الله، این از متشابهات است، کنایه از چیه؟ از جود، از سخا. بل یداه مبسوطتان، الله عزوجل جواد هست،
ينفق كيف يشاء. اینجا بنویسید لکن حکیم است، لکن حکیم است، هم جواد هم حکیم، در کارهاش حکمت است. ينفق كيف يشاء، به هر صورتی که الله بخواهد انفاق می کند. جای الله زیاد نمیده روی یک سری حکمت ها مصالح. وليزيدن كثيرا ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. عناد یهود الله می فرماید حتما می افزاید، اضافه می کند، کثیرا منهم در بسیاری از آنان، در بسیاری از یهود. لیزیدن کی می افزاید؟ ما انزل الیک من ربک، قرآن می افزاید، قرآن می افزاید. ببین ما انزل الیک من ربک فاعل لیزیدن هست، قرآن می افزاید. در کی می افزاید؟ مفعول اول کثیرا منهم، در بسیاری از یهودی ها. چه می افزاید؟ مفعول دوم طغیانا و کفرا. این قرآن سرکشی و کفرشون را می افزاید. هرچی که قرآن بیشتر نازل میشه اونها بیشتر می سوزند، عنادشون بیشتر میشه، سرکشی کفر بیشتر میشه. و نتیجه دنیوی این لعنت، و القینا بنویسید نتیجه دنیوی این لعنت. الله می فرماید و القینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. الله می فرماید ما القا کردیم بین آنها، انداختیم بین آنها عداوت و بغض را در تا روز قیامت. همیش عداوت بغض. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هرگاه آنها روشن کنند آتشی برای جنگ، الله آن را خاموش می کند. اطفأها الله. همیشه مکر یهود انشاءالله ناکام میشه و نامراد میشه. اطفأها الله و یسعون فی الارض فسادا. الله می فرماید آنها در زمین فساد می کنند. والله لا يحب المفسدين. الله عز وجل فساد را دوست ندارد. والله لا يحب المفسدين. اکنون خداوند ترغیب میده اهل کتاب را، شما از قحط ناراحتید، میخواهید قحط را دور کنید، میخواهید قحط را من خدا دور کنم، آبادی بیاد، باران بیاد. پس ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا. اگر اهل کتاب یک تعویزی به شما دادم، عرض کردم دو تای دیگه در قرآن هست، هر دو تا را گرچه یکی در جای دیگه هست اینجا هست، هر دو تا را اینجا میدم. تعویز به این معنی نیست که بنویسید و به گلویتان آویزان کنید، بلکه به این معنی عرض می کنم که شما به اینها عمل کنید. وعده قرآن است. اونجا نوح علیه السلام برای ازدیاد رزق و برکت در رزق و روزی چی گفت؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. همه نوع فراخی از زمین و از آسمان، باران و برکات زمینی و سماوی از استغفار، از دوری از گناه و از خداوند بار بار مغفرت خواستن، عذرخواهی کردن. این برکات را خدا میده. دومی این هست ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا. تقوا هست، خدا ترسی هست، اجتناب از گناه. اولا اجتناب از گناه، این را میگن تقوا. اگر خدای نکرده گناه کردی، اون را چی میگن؟ بعد از اون استغفار کن، قبل از اون تقوا. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. این وعده دوم و تعویض دوم است، نه وعده الهی است. اگر اهل قرى، اهل شهرها، روستاها، مردم این دیار آمنوا واتقوا، ایمان تقوا داشته باشند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض.
برکات را میگشاییم، برکات را برای اونها باز میکنیم. این دومین فرمول هست، فرمول ازدیاد رزق، فرمول خیر و برکت. ببین اینجا هم قرآن گفته ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، البته اینجا ثمره اخروی گفته شده، لکفرنا عنهم سیئاتهم، دفع مضرت، سیئات را دور میکنیم و بعد از سیئات ولادخلناهم جنات النعیم، اونها را در جنات نعیم داخل. اینجا ثمره اخروی بیان شده، اونجا چی بیان شده؟ ثمره دنیوی. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. خب این دو شد. اول تقوا، انسان گناه نکنه خداوند همه چیز را برکت میده، اگر گناه کرد استغفار. این دو. سوم اینه که اینجا میاد، الله می فرماید سومی عمل به کتاب خدا، عمل به کتاب خدا. کسانی که عامل به کتاب خدا باشند، یعنی در طول زندگی و در مسیر زندگی به قرآن عامل باشند. یهودی ها به تورات ولی در زمان مشروعیت تورات، مسیحیان به انجیل در زمان مشروعیت انجیل، و مؤمنان به قرآن. خب عمل به قرآن به تورات چیه؟ اینه که به محمد ایمان بیاور، تورات دیگه منسوخ. عمل به انجیل هم همینه. بعد از اون نوبت چی هست؟ قرآن. شرائع را از قرآن بگیر، احکام را، عبادات را، راه را، روش را از قرآن بگیر. این را اگر عمل کردی خدا میفرمه باز هم برکات، بعد هم رزق. این فرمول سوم. ببینید ولو انهم اقاموا التورات، اگر تورات را قائم بکنند، بر تورات عمل بکنند، والانجیل، بر انجیل عمل بکنند، و ما انزل الیهم من ربهم، اگر عمل کنند به آنچه که نازل شده به سوی آنان از جانب پروردگارشان، از جانب پروردگارشان، لأکلوا من فوقهم، ما انزل الیهم من ربهم یعنی قرآن. اگر به قرآن عمل کنند، لأکلوا من فوقهم، از بالای سر میخورند، یعنی خداوند برکات سماوی را نازل میکند. و من تحت ارجلهم، از زیر پا میخورند. من تحت ارجلهم یعنی از زمین. خداوند از هر طرف برکات را نازل میفرماید. اینجا ابن عباس تفسیر کرده، قرطبی نقل کرده، قال ابن عباس و غیره، مفسرین دیگر به غیر از ابن عباس همینو گفتند، یعنی المطر و النبات. من فوقهم المطر و من تحت ارجلهم النبات، باران و علفزارها، گیاها، بهار. و قیل المعنى لوسعنا عليهم في ارزاقهم حتی اکلوا متواصلا، یا و اکلوا متواصلا. بعضی گفتن معنیش اینه که خداوند میفرماید ما رزق را من فوقهم و من تحت ارجلهم کنایه از توسعه رزق است، کنایه از برکت رزق است. ما رزق را بر اونها چنان وسیع میکنیم که متواصلا پیاپی هرچی بخورن تمام نمیشه. اینها دستوراتی هست که قرآن میده، میگه اگه میخواهید که برکات بیاد پس پایبند باشید، پایبند کتاب خدا باشید، عامل عقیده درست، عمل درست، ایمان درست و عمل کرده صحیح. الله میفرماید منهم امت مقتصده، بعضی از یهود امت میان رو هستند. مقتصده یعنی چه؟ میان رو. منهم امت مقتصده، بعضی از اینها امت میان رو هستند یعنی موحدند. و کثیر منهم ساء ما یعملون، بسیاری از این یهود بسیار بد عمل میکنند. ساء ما یعملون من العناد والمکابره، من العناد والمکابره، ضد و عناد و تکبر، همینه که اینها چی میکنند؟ عمل میکنند. ولی بعضی ها مثل
عبدالله ابن سلام ابن سوریا، نجاشی، عدی ابن حاتم، علماء یهود، علماء نصارا، اینها بعضی هستند که میان روان. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين